اما برسیم به بحث آینده. به نظر شما آینده چه اتفاقی میفته؟ آیا ما باید منتظر یک جنگ تمام عیار باشیم؟ آیا ما باید منتظر شکل‌گیری گروه‌های جدیدی باشیم، حالا مخصوصا گروه‌های غیر رسمی یا غیر دولتی که پررنگ هستن تو خاورمیانه، یا نه همین شکل میتونه تداوم داشته باشه، بازیگران همینا باشن، حالا شاید ائتلاف سازی ها متفاوت بشه؟ نظرتون راجع به آینده چیه؟ من یه صحبتی بکنم در تایید صحبت‌های علیرضا. منم به این اعتقاد دارم که بازیگر جدید ممکن اضافه بشه، اما بازیگرای سابق حذف نمیشن. یعنی این که ما فکر بکنیم خب الان ایران مثلا یه اتفاقی افتاده، 2 تا اتفاق افتاده، یه جای منفعتی از دست داده، حذف میشه از معادلات داخل خاورمیانه، این خیلی هم خام‌اندیشانه است، هم واقعیت ها رو در نظر نمیگیره. یه بازیگر به این مهمی رو نمیشه حذف کرد. اسرائیل هم همینطور، به همین سادگی حذفش امکان پذیر نیست. آمریکا هم همینطور. ما این بحث جدال برای سلطه و برقراری توازن رو خواهیم داشت و از اونجایی که ما هیچ کدوم از این قدرت ها هنوز یک قدرت هژمون نیستن که بتونن کل منطقه رو تحت سلطه قرار بدن، این جدال ادامه پیدا خواهد کرد، احتمالاً هم به شکل نیابتی، هم درگیری هایی که اتفاق میفته درگیری های کوتاه مدت، مثل حملاتی که حالا رژیم صهیونیستی به یه سری مواضع ما انجام داد و خب طبیعتا پاسخهایی که ما دادیم بهشون توی وعده صادقه 1 و وعده صادقه 2. وقتی ما داریم از ائتلاف سازی صحبت میکنیم و داریم از توازن قوا صحبت میکنیم، دیگه فکر میکنم بحث هژمون شدن یک کشور در جهان یا در منطقه هم کنار گذاشتیم دیگه تو پیش فرضامون. حالا من تحلیلم اینه، حس میکنم به ویژه تو منطقه خاورمیانه ما یک قدرت مسلط هژمون نخواهیم داشت، یعنی بله کشورها دقیقاً. میجنگن برای اینکه بتونن توازن قوا رو حفظ کنن. بله همچین اتفاقی نمیفته و کماکان به نظر من در چند سال آینده، حالا حداقل در چند ماه آینده، که همچین چیزی رو میبینیم که درگیری ها کوتاه مدت و لحظه‌ای خواهند بود. پس و جنگ تمام عیار نداریم. حالا جنگ تمام عیار که دیگه پیشگوییش سعی میکنیم نکنیم، ولی نه، به نظر نمیاد که اصلا آمریکا و قدرت‌های جهانی هم اگر بخوایم نقششون رو طبیعتا در نظر بگیریم، آمریکا جنگ دیگه نمیخواد. یعنی مالیاتی که همین الان شهروندای آمریکایی دارن برای اوکراین هزینه میکنن و اینکه مرتب ترامپ برمیگرده میگه ما اشتباه کردیم وارد جنگ عراق شدیم، جنگ دوم خلیج فارس، قطعا دوباره یه همچین برنامه‌ای رو با یک کشوری مثل ایران نمیخواد که اگر ایران امنیتش به هم بخوره قطعا تمام منطقه امنیتش به هم میخوره. این هیچ شکی نمیشه توش اون داشت. نکته‌ای هم که علیرضا دهقان گفت به نظر من اینجا موضوعیت داره، اون هزینه‌ای که آمریکا تو منطقه براش اتفاق میفته، یعنی دقیقا اون همه اون منافع درآمدهایی که اقتصادیش داره، رو اون از منافعی دست که میده. داره. هم پایگاه نظامی داره و هم منفعت اقتصادی داره. و الان ایران همچنان هم توی یمن، هم توی عراق، هم حتی شاید توی خود سوریه گروه های نزدیک بهش هستن. به هم خوردن امنیت ایران مترادف با به هم خوردن منافع اقتصادی آمریکا. اگر بحث تلفات نظامیشون و اینها رو فاکتور بگیریم بذاریم کنار، من فکر کنم همچین چیزی نمیخواد. نظر تو چیه؟ نظر من، آینده چی میشه؟ ببین من بحث آینده رو تو چند تا بود میبینم. یعنی بخوام دقیق تر بگم توی 3 تا بخش میبینم. حالتی مختلفی داره. یه حالت اینه که با گذشت زمان حدود مثلا 6 ماه تا 1 سال دوباره توازن قوا شکل میگیره به مدل قبلی، فقط چند بازیگر جدید اضافه شده و شاید شکل حمایت عوض بشه. یعنی حمایت رسمی ایران جای خودش رو بده به حمایت پشت پرده، غیر رسمی غیر پشت رسمی. پر. چون که فکر نکنم حالا تحریر الشام به این سرعت بخواد مثل بشار اسد با ایران همکاری کنه. همکاری داره ولی در قالب غیر رسمی. این یه حالتشه. حالت بعدی اینه که بازیگرا به این نتیجه برسن که از منافعی که توی این منطقه دارن
به صورت حالا مختلف تقسیمش کنن. مثل اتفاقی که مثلا قبلا تو ایران اتفاق میافتاد، مثلا روسیه میگفت من شمال ایران منافعش واسه من، انگلستان میگفت من جنوب ایران، نفت شمال واسه روسیه، نفت جنوب واسه انگلستان. یه همچین حالتی بگم شمال مثلا سوریه برای آمریکا، جنوب سوریه واسه ایران مثلا. یه حالت اینجوری هم حالت دومشه. یه حالت سومی هم هست که وقوع جنگه، که همونطور که تاها گفت، هم من هم بقیه حالا دوستانی که در این زمینه صحبت میکنن و هم حتی هوش مصنوعی این احتمال خیلی کم میدونه که جنگی اتفاق بیفته. چون خودت میدونی جنگی که بیش از 2 کشور بخواد درگیرش بشه خودشون میبره به سمت جنگ جهانی. خب جنگ جهانی سوم اگه قرار باشه اتفاق بیفته هیچ جا پتانسیل خاورمیانه رو نداره. قطعاً خاورمیانه بیشترین پتانسیل رو داره برای جنگ جهانی سوم. ولی به نظر من اتفاق نمیفته. دوران جنگ نظامی به این شدت در یک عرصه‌ای مثل خاورمیانه تموم شده. ولی نمیتونیم کاملا هم فاکتورش بگیم نه نیست. چرا؟ خطرش هست. خطرش همیشه هست. جزء سناریوها میتونه آره باشه. و اگر نباشه باید شک کرد. اصلا نمیشه که 2 تا ابرقدرت 3 تا ابرقدرت بر سر یه منطقه دعوا داشته باشن بعد سناریوی جنگ شما حذف کنی. نه نمیتونی اصلا حذف کنی. یه اصل هم داریم دیگه، یک اصلی هست به اسم اصل عدم قطعیت تو روابط بین الملل. ما نمیتونیم هیچ سناریو رو کنار بذاریم، میتونیم درصدش رو کم و زیاد کنیم، ولی این سناریو مخصوصا جنگ، مخصوصا در خاورمیانه، حداقل باید جزو گزینه‌هایی باشه که بهش فکر کنیم. بله. بعد یه موضوع دیگه هم هست، حالا من خواستم قبل از اینکه به بحث آینده بپردازیم بهش اشاره کنم. بحث اینه که توی حالا عامه مردم، چه ایران، چه سوریه، چه آمریکا، چه سایر کشورها که تو منطقه حالا تاثیرگذار هستن، همیشه سوالات مختلفی مطرح میشه برای اینکه چرا ما باید در اون منطقه باشیم، چرا باید پول ما بره اونجا خرج بشه، یا اینکه مثلا سوریا میگن چرا ایران باید توی سوریه باشه اصلا. خب این چنین سوالات شاید پاسخهای مختلفی رو توی فضای عمومی جامعه بگیره، ولی من حالا بر خودم واجب میدونم که یک سری پاسخ دیتا محور، داده محور به این موضوع بدم. اولین سوال جواب میدم که چرا ما باید توی منطقه باشیم، و مایی که میگم نه این جواب فقط واسه ایران نیستا، یعنی جواب من میتونه برای همه بازیگران رسمی جواب اونا هم باشه. اولین موضوعش بحث استراتژیه، یعنی استراتژی حکومت ها برای باور باشه که من توی منطقه چه نقشی داشته باشم و چه میزان حضور داشته باشم، که ایران اینو به صورت واضح هم تو قانون اساسیش آورده، هم توی ایدئولوژیش آورده، هم توی رفتارش آورده که من باید منطقه حائل درست کنم که اگه قرار باشه با کسی بجنگم مثل اسرائیل، تو مرز لبنان، تو مرز غزه، تو مرز سوریه بجنگم، نیام خوزستان بجنگم، نیام توی تهران بجنگم. پس این میشه اولی. دومیش چیه؟ منافع اقتصادی بود که گفتم نفت هست، راههای ارتباطی هست، چیزای مختلف اقتصادی هست که حالا نمیخوام خیلی راجع به اقتصاد فوکوس کنم، ولی خب یکی از اصلی ترین موضوع اقتصادی، منافع اقتصادی. یکی از یعنی محورهای مهم دیگه تأثیراتی هست که شما توی منطقه میتونید داشته باشید. ببینید موقعیت ژئوپلیتیک سوریه این طمع رو توی هر کشوری به وجود میاره که به مدیترانه دسترسی داشته باشه. ببینید نه ایران به مدیترانه دسترسی داره نه روسیه، فقط از طریق سوریه میتونن به مدیترانه دسترسی داشته باشن. پس قطعاً باید ایران و روسیه صف بچسبن به سوریه. به خاطر چی؟ به خاطر که مدیترانه دروازه‌ای هست به سمت غرب و شما اگه قراره صادراتی داشته باشی، منافع اقتصادی داشته باشی، باید به سوریه نگاه منفعت محور داشته باشی. هم الان فکر کنم آخرین چیزی که روسیه قرارداد بسته تا 2044 فکر میکنم و یک پایگاه توی سوریه داره، یعنی لب مرز دریاییش با مدیترانه، و عملا تنها پایگاه روسیه هست که توی مدیترانه واقع شده.
و اصلا روسیه دلیلش هم اینه، میگه اگه من این پایگاه رو از دست بدم عملا برای مقابله با ناتو توی آبای آزاد هیچ قدرتی ندارم و مطمئن باش قرارداد سال 2044 که تموم بشه دوباره تمدیدش میکنه با هر حکومتی که توی سوریه وجود داشته باشه. اینم از این موضوع. و آخرین موضوع هم بحث ایدئولوژی. ساها هم بهش اشاره کرد. ببین ایدئولوژی که ما داریم توی منطقه میبینیم ایدئولوژی ناآشنایی نیست. حالا هر کسی به نفع خودش تغییرش میده، خیلی هم عادیه. یکی میاد میشه گروه‌های مختلف شبه نظامی، یکی میاد میشه گروه‌های غیر رسمی مثل ایران، یکی هم میشه گروه‌های تازه رسمی شده مثل تحریر الشام. همشون بر سر ایدئولوژی هم دارن میجنگن. شاید در باطن نه بحث منافع باشه، ولی در رخ کار بحث ایدئولوژی هم مطرحه. همونجوری که تا گفت مقاومت یک حکومت، یک فرمانده سیاسی، یک حزب نیست. مقاومت یک تفکره، گفتمانه، یک تفکری هست که باید توی منطقه وجود داشته باشه از نظر بازیگران. و با کشته شدن حسن نصرالله، با کشته شدن بشار اسد، حتی با کشته شدن سران نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی، این گفتمان از بین نمیره، این ایدئولوژی مقاومت از بین نمیره. پس اگر آمریکا قراره توی منطقه حضور داشته باشه باید ایدئولوژی رو هم درک کنه هم بفهمه. شاید فکر میکنن که نفهمیده، ولی منی که دارم دیتا رو میبینم، داده رو میبینم، آمریکا خیلی خوب متوجه این گفتمانه. اگر نبود میگفت آقا من سوریه رو دارم بسمه دیگه، تو غزه نمیرم، تو لبنان نمیرم. وقتی تو اون کشورها میره، تو اون مناطق میره، یعنی این ایدئولوژی رو فهمیده که گفتمان مقاومت، ایدئولوژی مقاومت با کشته شدن چند تا از سران این ایدئولوژی از بین نمیره. پس باید ما یک نگاه همچنان چند بعدی داشته باشیم به مسئله. نگاه ایدئولوژیک هست، نگاه ژئوپلیتیک هست، نگاه اقتصادی هست، نگاه اجتماعی حتی هست. همونطوری که گفتم عوامل داخلی میتونه پررنگ باشه. اما برسیم به جمع‌بندی. حالا با توجه به این 3 سوالی که راجبش بحث کردیم، اگر بخواید یک مجموعه نظری بگید که از شما داشته باشیم چیه؟ راجع به توازن قوا صحبت کردیم، راجع به منافع مختلف کشورها صحبت کردیم، از یک نظریه استفاده کردیم برای تحلیلمون. در مقام جمع‌بندی نظرت چیه؟ من در مقام جمع‌بندی، چون خب فکر کنم به بیشتر بحثا پرداختیم، بحثی نمیمونه که راجبش صحبت کنیم. فقط یه چیز در جمع‌بندی درباره ایدئولوژی میخوام بگم. بحث اهمیت ایدئولوژی، این ایدئولوژی مقاومت که ما داریم دربارش صحبت میکنیم و یکی از طرفهای منازعه خاورمیانه است. تا زمانی که این فکر کنم جمله هم از فوکو باشه، میگه تا قدرت هست مقاومت هم هست. مقاومت هم هست. حالا اون داره راجع به جنبش‌های اجتماعی و اینا حالا در جوامع غربی صحبت میکنه. تو سطح نظام بین‌الملل هم بیاد باز همینه. تا زمانی که قدرت‌های خارجی اینجا حضور دارن و حکومت‌هایی یا جنبش‌هایی باشن که بخوان خواسته نامشروعشون رو یا منافع خودشون رو بدون در نظر گرفتن منافع بقیه کشورها تحمیل بکنن، همچنان ما شاهد مقاومت در مقابل اون خواهیم بود و نمیشه هم راجبش کاری کرد. یعنی دوباره برمیگردیم رو اون صحبت‌ها. علیرضا هم گفت این فرمانده نظامی، اون فرمانده نظامی، سقوط این حکومت، اون حکومت، این هیت باز تولید میشه و اتفاقا عامل شکنندگی توازن و این که الان یک طرحی دارن میگن خاورمیانه جدید، 20 سالی هم هست راجبش صحبت میکنن، یا نظم نوین، این که بخوان همچین چیزی رو به شکل هژمون ایجاد کنن و یک نظم دلخواهشون رو شکل بدن، این همچین اتفاقی بدون دردسر نمیفته. یعنی تا هستن جبهه مخالفش هم هست و برعکس. یعنی حالا ما نخواهیم که از دیدگاه یک طرف ببینیم، این عامل مهمه، به قول معروف نفهمیدن همدیگه و
اینکه بخوان جلوی هم دیگه بیستن، این عامل شکنندگی اون وضعیت ثبات در خاورمیانه است. متشکرم. نظر تو؟ ببین من حالا به عنوان بحث آخر خیلی طولانی نمیخوام صحبت کنم، ولی یک موضوع خیلی مهم توی بحث منطقه بخوام صحبت کنم، سیاست خارجی 2 بازیگر اصلی یعنی ایران و آمریکا هست. آمریکا از سال 2001-2002 بعد از سخنرانی آقای جورج بوش و راجع به محور شرارت یا همون اکسس آف ایول، این سخنرانی در وهله اول همه فکر کردن اینه که آره یه سری دشمن جدید اومده معرفی کرده و قرار از این به بعد با این دشمنا بجنگه. ولی در عمق ماجرا وقتی نگاه میکنی تغییر سیاست خارجی ایالات متحده بود. ایالات متحده از بعد از اون تاریخ یعنی سال 2002 تصمیم گرفت که سیاست خارجیشو گسترش بده در خارج از مرزهای آمریکا و این تصمیم گیری باعث شد که نقطه های مقابل آمریکا هم تصمیم بگیرن مقابله کنن باش. همون جوری که فرماندهان نظامی ما، مقامات رسمی ما، حتی مقامات غیر رسمی ما مدام اینو تکرار میکنن که ما توی منطقه حضور داریم و تغییرم نمیکنه این شکل. واسه همینه. ببین آمریکا نمیتونه بگه من میخوام توی منطقه باشم شما نباید باشین. باید هر دو باشن، هر سه باشن. شاید هم بعضی موقع بگیم تمام کشورهای ابرقدرت خاورمیانه باید توی منطقه حضور نظامی داشته باشن. این دلیل اولش من اینو میدونم که وقتی شما سیاست خارجی رو تغییر میدی باید تبعاتش هم بپذیری. هر کنشی واکنشی داره. نمیتونی توقع داشته باشی که تو بیای تو خاورمیانه سرمایه‌گذاری کنی، نیروی نظامی بیاری، نیروی اقتصادی تو بیاری، همه جوری خودت فعال باشی، بعد بگی ایران نمیتونه بیاد. نه، ایران هم باید بیاد. ایران هم باید توی منطقه حضور داشته باشه به دلایل مختلف که توی بحثمون گفتیم. اقتصادی هست، نظامی هست، ایدئولوژی هست. و موضوع آخر اگه بخوام بگم جمع‌بندی کنم اینه که به ترتیب خلاصه میگم توازن قوا به هم نمیخوره. بازیگران فقط تغییر میکنن، بازیگران اصلی تغییر نمیکنن، بازیگران فرعی اضافه میشن و شاید یه بازیگر اصلی که حکومت جدید سوریه باشه اضافه بشه. دوم اینی که گفتی که آینده رو چه میبینی؟ آینده رو من به شخصه بر اساس داده هایی که دارم در این میبینم که یک توازن قوای جدیدی شکل میگیره بر پایه بازیگران قبلی، ولی یک تغییر اساسی داره، اون توی چهرهشه. به نظر من حکومت جدید سوریه زیر بار کمک رسمی ایران نمیره. یعنی ما باید شاهد این باشیم که ایران به عنوان دومین نیروی غیر رسمی توی منطقه حضور داشته باشه مثل آمریکا. یعنی حالا دیگه تقریبا همه چی برابر شده. یعنی یک حکومتی توی سوریه اومده که نه به ایران اجازه حضور رسمی میده نه به آمریکا. البته شاید میتونیم بگیم که الان سوریه به نقطه صفر رسیده، یعنی نمیتونیم پیش بینی کنیم که دقیقاً میخواد بره چه سمتی. این هم میتونیم بگیم که آقا نمیدونیم میخواد چه اتفاقی میفته، ولی بیشتر حدس و گمان ها بر اینه که اگر قرار باشه ارتباطی هم برقرار بشه ارتباط غیر رسمیه. ممنون که به صحبت من گوش دادین، ممنون که وقتتون رو گذاشتین، هم شما هم همراهان گرامی. امیدوارم که از صحبت‌های بنده و دوست عزیزم تا لذت رو برده باشن. خسته نباشید میگم. خدا نگهدار. ممنون که به این برنامه توجه کردین. این قسمت اول برنامه گفتمان بود. با قسمت‌های بعدی و ایده‌های بعدی، رخدادهای بعدی در خدمتتون خواهیم بود. پیروز باشید. خدا نگهدار.